سلام دوستان، چطوری؟ هم به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز قرار بریم بتل رویال سولو به دو تک به دو میخوام بزنم. کیرم الان من چیکار کنم؟ بریم ببینیم که چی میشه. لایک سابسکرایب یاد نره، زنگوله بغلم فعال کن که هر موقع ویدیو جدیدی اومد یوتیوب بهت خبر بده که تا سایلنت 78 ویدیو گذاشته و بیای ببینی. خب بریم که شروع کنیم. Let's go. لند کردم رفتم اون برجه کردم لوت کردم، ولی یادم رفت ویدیوشو بگیرم. خب بریم این خونه رو لوت کنیم. لوتت میکنم عباس. یه چند تا انمی هم اومدن این ور، حواسم باید بهشون باشه. اونا شیشه یکیشون. بریم ببینیم که چه خبره. ایولو اوناش بریم داشت هیل میکرد، ما هم میزنیم. فعلا که هیل نمیکنه، داره میاد سمت ما. what the fuck. دهنت نمیتونم با اینا فایت بدم. بس خدا نگهدار یار قدیمی. ایرو داره میاد، خدا نگهدار. وای اون زیر جی باک خورده بودم، پینگم رفت 1100. اون زیر قفل کرده بود بازی. بعد همیشه داشتم دمیج میخوردم. اگه زیرو بیلد نبود دهنم سرویس میشد. بی ناموس دلغک کل شیلام میپرد. ای دهنت سرویس، دیگه اصلا موقعیت فایت هم ندارم بشه. باشه من که بتونم وقتی دارن هیلی میکنن اسنایپشون کنم. بریم ببینیم که میشه یا کیک. دارم میپرن بعد اینکه چیز خوردن، اسنایپ خوردن، در حال پرشن. بی ناموس دلغک بهتره که زیاد مصرف نکنیم. موقعیت هم فهمیدن. تو این خونه نخورد بهش دهنت. ای خدا همش جاشو عوض میکنه. دهن سرویس.
خدافز. بینن خدافز. امیدوارم نیان دنبالم وگرنه جیر میخورم آجی. فکر کن تو 1% اومدن. نه سمت من نیومدن. داره کیو میزنه ببین رو. بی ناموس دلغک. نگاه کن این رفته اومد. تمام. یکیشونو کشتم. داره میره که یارشو بگیره. نه نمیره که یارشو بگیره در واقع داره میره گارد یارشو بگیره. ما هم بگردیم تیر اسنایپ یه چیزی. او اسنایپ هم اپیک شد. خوبه. یه هیلینگ یه چیزی. $100 قرار بره اونجا که یارش ریبوت کنه. همون ریبوت ورنه کنار اونجا و ما هم میریم بالا سرش اگه بتونم هر واقع. میتونم. امیدوارم برسم بهش. بودو بابا یارش بود نشه بینام. نشان دلک. ندید منو. اسپریه رو یادم رفت بردارم آجی. تو زون گرفتار شدم آجی. نه با 4-5 تا پیتزا هم که هیل نمیشم. دهنت سرویس. بر کدوم این پیتزا 5 تا هیل میده. چه اشتباه بزرگی. خب ناک شد. یعنی اینکه یه دونه یار داره. یارش هم الان 100% قرار بیاد که بگیرتش. ما هم کمپ میکنیم که یارش اومد. من دید یعنی یکی هم دنبالشه. یار اون نیست فکر کنم. دهنت وای اون باتش بود. سرویس دهنت سرویس. من چرا اینا دستمه. وای خاک.
کلینگ ندارم بمونم تو. آها چرا دارم. اونجا اسپری بود باید برمیداشتیم. خب ای خدا. من که منتظرم یارو با باتش بیاد. این بده، این خیلی بده. ناشش اون باتشه یا چی؟ نمیگم باتشه. نان Oh my god. داره هیل میکنه. خب وای خدا وای. خب دوستان، ای خدا، اگه از این ویدیو لذت بردین حتما لایک رو بکوبید، سابسکرایب یادتون نره. ویدیوهای دیگه هم دارم، اونا هم میتونین بریم ببینین. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. همین دیگه، فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار شما.